احمد القلبون نورسی 16 ساله فلسطینی در خیمه بیجا شدگان در شهر غزه. روزهای به گیمناستیک مشغول شدنش را به یاد می آورد پیش از آن که از دو پا و یک قسم دستش در حمله اسرائیل محروم شود. نورسی چابک و چالاک بود. ویدیوهایی را نشان می دهد که با برادر دوگانیکش ثبت شده است. راه می رفتم، فوتبال و گیمناستیک می کردم. ما همه مشق‌ها را یک جای اجرا می کردیم. احمد با برادرش در 7 سالگی به گیمناستیک شروع کردند و هنرشون را در سراسر غزه نمایش می دادند. به نقل او خانواده‌اش روز 22 مارس هنگام صدا دادن بانگ خطر در بیت لحیه به کوچه دویدند و زیر بمباران ماندند. محمد و عمک و پسر عمکش کشته شدند. القلبون آرزو دارد برای معالجه به خارج رود، صاحب پایهای صنعی شود تا دیگر باره راه رفته تواند. قبل از زخمی شدنم همیشه دعا می کردم و می گفتم که خدایا اگر بخواهی که مجروح شوم نشهید بگذار پایهایم زخمی نگردند. اما امر خدا بوده است که پایهایم پیش از من به بهشت رفتند. اسرائیل سازش آتش بس ماه انور با حماس را عملا قطع کرد و روز 18 مارس عملیات نظامی را در غزه از سر گرفت. ارتش اسرائیل میگوید همه کار را میکند که غیر نظامیان در عملیات تلف نیابند. اما با گفته مقامات بهداشتی غزه در جنگ و بمباران ها بیش از 53,000 نفر کشته شدند و اکثر آنها غیر نظامیان بودند. عملیات اسرائیل در غزه بعد از آن شروع شد که گروه افراطی حماس با حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 تقریبا 1200 نفر را کشت و 251 نفر را گروگان گرفت.